به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. روابط از دست رفته. نویسنده جوهان هاری هستش و مترجم آقای مهدی قراچه‌داغی هستند. این کتاب به صورت صوتی ارائه شده و PDF یا به صورت نشر نیستش. انتشارات دیجیتال آوای موج کتاب این کتاب رو چاپ کرده. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم. کتاب صوتی روابط از دست رفته نوشته جوهان هاری و ترجمه مهدی قراچه‌داغی است. مجتبی حیدری گویندگی این کتاب صوتی را انجام داده و انتشارات موج کتاب آن را منتشر کرده است. این اثر صوتی درباره علل اصلی افسردگی و اضطراب و راهکارهایی برای درمان یا کاهش آن است. این کتاب به عنوان یکی از مهمترین متون سالهای اخیر توصیف شده و نامزد دریافت جایزه انجمن پزشکی بریتانیا شده است. کتاب صوتی روابط از دست رفته درباره مرضی است که گویا در جهان کنونی بسیار شایع است. انگار برای یافتن فردی که از افسردگی رنج میبرد نیازی نیست خیلی هم اطراف را جستجو کنیم. اگر به آن مبتلا نباشیم احتمالاً کسی را میشناسیم که از این مشکل رنج میبرد. سازمان بهداشت جهانی WHO تخمین میزند که 300 میلیون نفر در سراسر جهان از افسردگی رنج میبرند و به نظر میرسد با شیوع کرونا این عدد به سرعت در حال افزایش است. این بیماری به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است. بنابراین خوب است که دلایل پدید آمدن آن را درک کنیم. نظریه‌های زیادی وجود دارد، اما دقیقاً نمی‌دانیم که چرا افسردگی اتفاق می‌افتد یا چرا هر روز شایع‌تر می‌شود. جوهان هاری در کتاب صوتی روابط از دست رفته به بررسی جنبه‌های کمتر شناخته شده افسردگی و اضطراب می‌پردازد. برای نمونه، او درمان بدون دارو را بررسی می‌کند و این حقیقت را کشف می‌کند که افسردگی فقط یک بیماری بیولوژیکی نیست، بلکه یک بیماری محیطی و روانی نیز هست. استدلال کاملا تحقیق شده و جذاب این نویسنده این است که کلید درمان افسردگی در برقراری مجدد رابطه‌های از دست رفته در زندگیمان است. نویسنده معتقد است که تجویز داروهای ضد افسردگی شیمیایی عمدتاً بر مبنای این ایده هستند که ما باید اصطلاحاً عدم تعادل شیمیایی را برای درمان افسردگی و اضطراب اصلاح کنیم. این تصور برای شرکت‌های دارویی مناسب است، اما در عمل واقعیت را منعکس نمی‌کند. جوهان هاری به تحقیقات مهم آیرونی کرش در مورد نقش اثرات دارونما در مطالعات ضد افسردگی اشاره می‌کند. کرش دریافته است که در طیف وسیعی از مطالعات بر روی افسردگی اثر واقعی داروهای ضد افسردگی ناچیز بوده و برای مثال کمتر از خواب تاثیرگذارند. جوهان هاری بیان می‌کند که مشکل دیگر این مطالعات این است که شرکت‌های دارویی که تمایل به تأمین مالی آنها دارند جهت کسب منافع مالی نتایج تحقیقات را با سوگیری انتشار می‌دهند. در گذشته این مطالعات توجه کافی به اثرات دارونما در داروهای ضد افسردگی نداشتند. این رویکرد همچنین پزشکان را نسبت به این موضوع که افسردگی عمدتاً محیطی و اجتماعی است بی‌توجه می‌کند. جوهان هاری در این کتاب صوتی 9 علت افسردگی و اضطراب را مشخص کرده است که 7 مورد از آنها عوامل محیطی و اجتماعی هستند. او میگوید که شواهد جمع‌آوری شده نشان می‌دهند که به دست آوردن شادی در کشورهایی که فرهنگ‌های فردگرایانه‌تری دارند دشوارتر است. همچنین از نمونه جامعه آمیش به عنوان جامعه‌ای که
دارای ویژگی‌های جمع‌گرایانه است نام می‌برد و به میزان کمتر افسردگی در آن اشاره می‌کند. بنابراین باید به دنبال برقراری مجدد روابط با دیگران باشیم. شنیدن کتاب صوتی روابط از دست رفته را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنید؟ شنیدن این کتاب صوتی را به دوستداران روانشناسی عمومی و افرادی که می‌خواهند برای کاهش حال بد خود کوشش کنند پیشنهاد می‌کنید. توضیحاتی کوتاه درباره جوهان هاری. یوهان هاری یا جوهان هاری سالیان درازی با افسردگی درگیر بوده است. او کتاب روابط از دست رفته را با انجام تحقیقاتی برای پیدا کردن پاسخی به درد و رنج خودش نوشته است. یوهان هاری در اسکاتلند متولد شد ولی از بچگی در لندن زندگی کرد. علوم سیاسی و اجتماعی در کالج کینگ کمبریج خواند و جایزه مفسر فرهنگی سال، مفسر محیط زیست سال را نیز از آن خود کرد. او یک نویسنده انگلیسی است که 2 کتاب پرفروش نوشته است. کتاب‌های او به 37 زبان ترجمه شدند و طیف وسیعی از مردم از اپرا وینفری تا نوام چامسکی و آلتون جان تا نائومی کلاین او را ستایش کردند. جوهان هاری سالها برای برخی از روزنامه‌ها و مجلات معتبر جهان از جمله نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، گاردین، اسپکتاتور، لوموند دیپلماتیک، عصر ملبورن و پولیتیکو نویسندگی کرده و دوباره از سوی عفو بین‌الملل به عنوان روزنامه‌نگار سال روزنامه ملی انتخاب شده است. اولین کتاب جوهان هاری تعقیب فریاد، اولین و آخرین روزهای مبارزه با مواد مخدر است و دومین کتابش روابط از دست رفته، کشف علل واقعی افسردگی، راه حل‌های غیرمنتظره که به وسیله مجله بریتانیایی تمرین عمومی به عنوان یکی از مهمترین متون سالهای اخیر توصیف شده و نامزد دریافت جایزه انجمن پزشکی بریتانیا شده است. بخش‌هایی از کتاب صوتی روابط از دست رفته. تنهایی نبود فیزیکی افراد دیگر نیست، بلکه این حس است که شما چیزی را که دارای اهمیت است با دیگران به اشتراک نمی‌گذارید. اگر افراد زیادی در اطرافتان باشند، مثلا همسر یا خانواده‌تان یا یک محیط کاری شلوغ، اما چیزی را که مهم باشد با آنها به اشتراک نگذارید، هنوز هم احساس تنهایی می‌کنید. چه می‌شود اگر افسردگی در واقع یک شکل از غم و اندوه برای زندگی خودتان باشد، به خاطر اینکه آنگونه که باید باشد نیست؟ چه می‌شود اگر یک شکل از غم و اندوه برای روابط از دست رفته‌مان باشد که هنوز به آنها نیاز داریم؟ شما یک دستگاه با قطعات شکسته نیستید. شما یک حیوان هستید که نیازهایش برآورده نمی‌شود. اینترنت در دنیایی متولد شد که بسیاری از مردم پیش از آن حس برقراری ارتباط با یکدیگر را از دست داده بودند. فروپاشی از دهه‌ها قبل اتفاق افتاده است. وب با ارائه نوعی پیشنهادات در مورد چیزهایی که از دست داده بودیم از راه رسید. دوستان فیسبوکی به جای همسایگان، بازی‌های ویدئویی به جای کار معنیدار، به روزرسانی استاتوس به جای وضعیت در جهان. کمدین مارک مارون یک بار نوشت که هر به روزرسانی استاتوس یا همون وضعیت فقط یک نوع متفاوت از یک خواسته واحد است. می شود لطفاً کسی من را تصدیق کند؟ اینترنت در خلاصه کتاب روابط از دست رفته جیو کریشنامورتی، فیلسوف شرقی 36 ساله بیان کرده است که سازگاری پیدا کردن با جامعه بیمار معیار سلامتی نیست. برای پایان دادن به تنهایی و افراد دیگر احتیاج دارید. به علاوه چیز دیگری همچنین باید احساس کنید که چیزی را با طرف یا گروه مقابل به اشتراک می‌گذارید که برای هر دوی شما معنیدار است. باید در آن با هم باشید و آن چیزی می‌تواند
هر چیز باشد که هر دوی شما فکر می‌کنید معنا و ارزش دارد. هرچه بیشتر فکر کنید زندگی داشتن چیزهای خاص و برتری و نمایش دادن آنهاست، ناراضی‌تر و افسرده‌تر و مضطرب‌تر خواهید بود. تفاوت بین آنلاین بودن و حضور فیزیکی در بین مردم را در آن لحظه مشاهده کردم. کمی شبیه تفاوت بین پورنوگرافی و رابطه جنسی است. میلتان را برطرف می‌کند اما هرگز رضایت بخش نیست. افراد مشغول در صنعت تبلیغاتی وقتی با یکدیگر صحبت می‌کنند از دهه 1920 اعتراف کردند که وظیفه آنها این است که باعث شوند مردم احساس ناکافی بودن کنند و سپس محصول خود را به عنوان راه حلی برای احساس بیکفایتی که ایجاد کردند ارائه دهند. ما قصه می‌خوریم زیرا عاشق بودیم. ما قصه می‌خوریم زیرا شخصی که از دست داده ایم برای ما اهمیت داشته است. گفتن اینکه اندوه باید در زمان مشخص از بین برود توهین به عشقی است که احساس کردیم. ما همه با خصوصیات ژنتیکی ارثی متولد می‌شویم، اما ژن‌هایتان توسط محیط فعال می‌شوند. آنها می‌توانند با اتفاقی که برای شما می‌افتد روشن یا خاموش شوند. این موضوع نشان داده است که تنهایی فقط یک غم اجتناب ناپذیر انسانی نیست. مانند مرگ محصول شیوه زندگی ما در حال حاضر است. در دنیایی که فکر می‌کنید چیزی به نام جامعه وجود ندارد، گفتن این حرف که افسردگی و اضطراب علل اجتماعی دارد بی‌مفهوم به نظر می‌رسد. با این حال واقعیتی است که همه ما در جامعه زندگی می‌کنیم و در این شرایط میل به پیوند و ارتباط هرگز از بین نمی‌رود. پشت پرده داروهای ضد افسردگی چی میتونه باشه؟ جوهان هاری در دوران نوجوانی مانند بسیاری از همسن و سالانش به بیماری افسردگی مبتلا شد. پزشک درمانگر تشخیص داد که علت افسردگی جوهان چیزی نیست جز عدم تعادل شیمیایی، هورمون‌های مغز. اما او چنین میپنداشت که افسردگی و رنجی که او با آن دست و پنجه نرم میکند بسیار عمیق‌تر از یک واکنش شیمیایی صرف است. این فرضیه جوهان هاری ایده اصلی نگارش کتاب روابط از دست رفته را به او داد. تجربه رنج‌آلود هری در نوجوانی باعث شد که او بعدها به یک سفر 40,000 مایلی در سراسر جهان برود تا با متخصصان برجسته دنیا درباره عوامل ایجاد افسردگی و اضطراب و همچنین راه حل‌های پیشگیری از آن مصاحبه کند. گفتگو با طیف‌های مختلف افراد در جوامع گوناگون از کسانی که در تونل‌های زیرزمینی لاس وگاس زندگی می‌کردند گرفته تا افراد جامعه آمیش‌ها در ایندیانا این چراغ را در ذهن هاری روشن کرد که شاید پیش‌فرض‌های علمی موجود درباره افسردگی آنقدرها هم دقیق و درست نباشد. او کوشیده است تا از خلال بازگو کردن تجربه‌های شخصی خود و مشاهدات بالینی و پژوهش‌های روانشناختی راهکارهای عملی مهمی را برای درمان افسردگی ارائه دهد. همانطور که از عنوانی که هاری برای کتابش انتخاب کرده پیداست، او کلید اصلی از بین بردن افسردگی را بازیابی برخی از روابط از دست رفته می‌داند. هاری در این کتاب 9 عامل اساسی را درباره ریشه‌یابی و علل افسردگی برمی‌شمارد. قطع ارتباط با مسائلی همچون کار معنیدار، افراد دیگر، ارزش‌های معنادار، آسیب‌های دوران کودکی، وضعیت اجتماعی و احترام، طبیعت، آینده امیدوار کننده و نیز عواملی دیگر از جمله تغییرات مغز و ژنتیک. علت‌هایی است که جوهان هاری درباره پیدایش افسردگی مطرح می‌کند. او پس از شرح تک تک این عوامل راهکارهایی ارائه می‌دهد که بتوان از طریق آنها این روابط از دست رفته را بازیابی کرد. نادیده گرفتن نقش فعل و انفعالات شیمیایی مغز در رابطه با افسردگی
واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی منتقدان روشمندی جهان هاری برانگیخت. هاری خود را یک سوسیال دموکرات توصیف می‌کند که معتقد است سرمایه‌داری ابزاری ضروری برای تولید ثروت است. اما دولت‌های دموکراتیک باید با اتحادیه‌های کارگری متحد باشند و در غیر این صورت فجایعی به بار خواهد آمد. او به طور مستمر به عنوان منتقد هنری به BBC دعوت می‌شود و توسط دیلی تلگراف به عنوان یکی از تاثیرگذارترین افراد چپ در بریتانیا معرفی شده است. جالب اینجاست وقتی فهمیدم اضطراب و افسردگی ناشی از بی‌تعادلی شیمیایی نیست، از حالت تعادل خارج شدم. شخصی روزی به من گفت اگر به کسی بگویید چرا افسرده است، بزرگترین تغییر را در زندگی او ایجاد می‌کنید. دور کردن دستمایه درد و تعلم به همین اندازه قدرتمند است. من احساس کردم روی یک کشتی به شدت در حال تکان خوردن قرار دارم و کسی نرده‌های کشتی را برداشته است. شروع به یافتن قصه دیگری کردم. کمی بعد در حالی که با زنی از اهالی آریزونا به نام جوپن کاچیتور صحبت می‌کردم، به سررشته‌ای رسیدم که به طرز دیگری درباره این موضوع فکر کنم. 3 هفته بود که گرفتار درد زایمان بود و به کمک احتیاج داشت. او در دوران بارداری زنی سخت‌کوش بود. حتی از جویدن آدامز هم که مبادا به فرزندش آسیب بزند خودداری می‌کرد. اما مرتب می‌گفت که درد بارداریش طبیعی نیست. با این حال پزشک معتقد بود که این درد طبیعی است. وقتی سرانجام برای زایمان به بیمارستان رفت، گفت که قبلا 3 بار وضع هم کرده و به خوبی از اتاق زایمان اطلاع دارد. در نتیجه او به سرعت متوجه شد که اشکالی در کار است. اطرافش شلوغ بود و تیم پزشکی به روشنی وحشت زده تان می‌کرد. شکمش منقبض شد که 1 دقیقه به طول انجامید و 30 ثانیه بعد این انقباض دوباره اتفاق افتاد. وقتی او به شدت به خودش فشار آورد، گروه پزشکی به او اطلاع داد که رابطه‌اش را با ضربان قلب کودک از دست داده است. خب داستان رو همینجا نگه می‌دارم که اگر خودتون خوشتون اومده حتما بخونید و میرم سراغ علت‌های افسردگی و اضطراب که جهان هاری این علت‌ها رو 9 معلول ذکر کرده. علت 1: قطع ارتباط با کار معنیدار. گسست از واقعیت یک علامت رایج افسردگی است. جایی که احساس می‌کنید هیچ کدام از کارهایی که انجام می‌دهید درست یا واقعی نیست و ارتباط نزدیکی با زندگیمان ندارد. افرادی که کمترین کنترل و اختیار را در محل کار دارند بیشتر در معرض افسردگی هستند. ما باید احساس کنیم کاری که انجام می‌دهیم معنا دارد. علت 2: قطع ارتباط با افراد دیگر. مطالعات نشان داده است که احساس تنهایی می‌تواند به اندازه حمله فیزیکی باعث افزایش سطح کورتیزول، هورمون مرتبط با استرس شود. در واقع تنهایی و عدم احساس تعلق نشانه‌های اصلی افسردگی هستند. مطالعات به طور فزاینده‌ای نشان می‌دهد که تنهایی خطر مرگ را افزایش می‌دهد. سیستم ایمنی را تضعیف می‌کند و سایر تأثیرات ناتوان کننده بر سلامت جسمی را نیز به همراه دارد. علت 3: قطع ارتباط با ارزش‌های معنادار. جامعه مصرف کننده ما را از ارزش‌های عالی جدا کرده است که به نوبه خود به افسردگی کمک می‌کند. ارزش‌های مادی‌گرایانه با تجربیات بدتر از زندگی همبستگی زیادی دارد. مطالعات نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف بیرونی به عنوان مثال ارتقاء شغل، خرید خانه بزرگتر و غیره تأثیری پایدار بر افسردگی ندارد. برعکس دستیابی به اهداف حقیقی و درونی اثر مثبتی دارد. مشکل ما در مقابله با این نظام ارزشی این است که جهان انگیزه‌های بیرونی را به قیمت از دست دادن اهداف حقیقی ترویج می‌کند. تبلیغات، تلویزیون، اخبار و رسانه‌های اجتماعی همگی این ایده را ترویج می‌دهند که یک سیستم ارزشی خارجی
شما را از یک سیستم ارزشی درونی شادتر می‌کند. علت 4: قطع ارتباط با آسیب‌های دوران کودکی. مطالعات نشان داده‌اند که آسیب‌های دوران کودکی به طور قابل توجهی احتمال افسردگی در ادامه زندگی، به ویژه سوء استفاده عاطفی را افزایش می‌دهد. با نادیده گرفتن این گونه آسیب‌ها فقط مشکل را تشدید می‌کنید. مطالعه‌ای در سال 1998 نشان داد هرچه کودکی فرد آسیب‌زاتر باشد، بیشتر احتمال دارد که دچار افسردگی و اضطراب شود. علت 5: قطع ارتباط با وضعیت و احترام. این ایده که اضطراب مبتنی بر وضعیتی باعث افسردگی می شود، توسط داده‌های جمعیتی اجتماعی و داده‌های اقتصادی نیز حمایت می شود. مطالعات نشان داده است که هرچه نابرابری اجتماعی و شکاف طبقاتی بیشتر باشد، افسردگی و اضطراب در کشورها بیشتر است. به عنوان مثال، در مناطقی با شکاف بیشتر در ثروت مانند ایالات متحده میزان افسردگی بیشتر است. علت 6: قطع ارتباط با طبیعت. بین زندگی در مناطق سرسبز و کاهش سطح افسردگی ارتباط قوی وجود دارد. حتی وقتی دلایل احتمالی دیگر را نیز در نظر می‌گیریم، طبیعت به طور قابل ملاحظه‌ای با میزان خوشی و سلامت روانی در ارتباط است. بودن در طبیعت ما را از خود دور می‌کند و احساس ترس را در ما برانگیخته می‌کند. عظمت جهان می‌تواند مشکلات فردی ما را در چشم‌انداز ما کوچک کند. علت 7: قطع ارتباط از آینده امیدوار کننده یا امن. فقدان امنیت در مورد آینده نیز یک عامل ایجاد کننده افسردگی است. پری از افزایش اقتصاد بزرگ و قراردادهای کاری کوتاه مدت به عنوان تضعیف کننده این اطمینان از دوره‌ای به دوره بعد یاد می‌کند. علت 8: تغییرات مغزی. ماهیت واقعی تغییر شیمی مغز در پدیده موسوم به نوروپلاستیسیتی نهفته است. به طور خلاصه این جایی است که مغز دائما در واکنش به محیط تغییر می‌کند. سیناپس‌های غیر ضروری را هرس می‌کند و سیناپس‌های مورد نیاز را رشد می‌دهد. نکته کلیدی در اینجا این است که علل 1 تا 7 این ظرفیت را دارند که از نظر فیزیکی بر شیمی مغز ما تاثیر بگذارند. علت 9: ژن‌ها. مطالعات ژنتیکی افسردگی هنوز قطعی نیست، اما روش معمول مطالعه این امر مقایسه دو قلوهای یکسان و دو قلوهای غیر همسان است. مطالعات نشان می‌دهد که افسردگی و اضطراب بین 30 تا 40% ارثی هستند. به طور خاص، گونه‌ای از ژن به نام HTT_FOB با افسردگی مرتبط است. اما مهمترین از همه، این ژن تنها خطر ابتلا به افسردگی را در محیط‌های خاص افزایش می‌دهد. ایده اصلی شماره 3: نحوه اتصال مجدد روابط از دست رفته. اتصال مجدد 1 به افراد دیگر. جستجوی راه حل‌های فردی برای مقابله با افسردگی بخشی از این مشکل است. شواهد جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که به دست آوردن شادی در کشورهایی که فرهنگ‌های فردگرایانه‌تری دارند دشوارتر است. پری همچنان از نمونه جامعه آمیش به عنوان جامعه‌ای که دارای جامعه جمع‌گرایانه میباشد نام میبرد و به میزان کمتر افسردگی در جامعه آمیش اشاره میکند. بنابراین باید به دنبال برقراری مجدد روابط با دیگران باشیم. اتصال مجدد 2: تجویز اجتماعی. تجویز اجتماعی روشی است که پزشکان و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی را قادر می‌سازد تا افراد را به طیف وسیعی از فعالیت‌ها و خدمات محلی، معمولاً فعالیت‌های گروهی که ارتباط مجدد با دیگران را ارائه می‌دهند، به جای مصرف دارو یا همراه با دارو ارجاع دهند. تحقیقات به طور فزاینده‌ای نشان می‌دهد که این روش در درمان برخی افسردگی‌ها و اضطراب‌ها
نسبت به داروهای ضد افسردگی شیمیایی مؤثر است. اتصال مجدد 3. به کار معنیدار. هری از ساختارهای دموکراتیک کار مانند تعاونی‌ها به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط مجدد افراد با کار، وضعیت و آینده خود یاد می‌کند. اتصال مجدد 4. به ارزش‌های معنیدار. هری در مورد دو رویکرد بالقوه بحث می‌کند. دفاعی، این شامل ممنوعیت تبلیغات خاص به عنوان مثال برای کودکان و شهرها می‌شود. هری به عنوان نمونه‌ای از نحوه عملکرد این روش به قانون شهر پاک سائوپولو اشاره می‌کند. فعال، تشکیل گروه‌هایی برای کشف ارزش‌های ذاتی و تعیین اهداف درونی. اتصال مجدد 5. شادی همدلانه و غلبه بر اعتیاد به خود. شادی همدلانه روشی برای پرورش احساس شادی کردن برای دیگران است. این فرایند ابتدا شامل این است که فکر کنید اتفاق خوبی برای خودتان رخ می‌دهد و لذت آن را احساس می‌کنید. سپس تصور می‌کنید که اتفاق خوبی برای یک عزیزتان رخ می‌دهد. دوباره احساس شادی می‌کنید. سپس همین کار را برای کسی که واقعاً دوستش ندارید انجام دهید. این تمرین مدیتیشن را به مدت 5 دقیقه هر روز تکرار کنید. به طور گسترده‌تر، طیف وسیعی از مطالعات به مزایای مدیتیشن برای افسردگی و اضطراب اشاره کردند. همچنین شواهد فزاینده‌ای در مورد مزایای عصبی مدیتیشن وجود دارد. اتصال مجدد 6. پذیرش و غلبه بر آسیب‌های دوران کودکی. مطالعات نشان می‌دهد با تشخیص و تصدیق آسیب‌های دوران کودکی شانس بیشتری برای کاهش میزان افسردگی داریم. اتصال مجدد 7. بازگرداندن امید به آینده. هری در مورد نقش درآمد عمومی جهان UBI صحبت می‌کند و از کارآزمایی‌های منطقه‌ای استفاده می‌کند که تأثیری بر میزان افسردگی نشان داده است. با این حال مشکل اینجاست که هری اقتصاد راه‌اندازی UBI را در کل کشورها بررسی نمی‌کند. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیستش. امیدوارم اگر از این کتاب خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.